سلام بچه ها، چطورین؟ خوبین؟ من بعد فکر میکنم 5 سال اومدم تو دانشگاهی که درس میخوندم. بعد اومدم یه سری کارهای دیگه بکنم، مثلا قصد گرفتن ویدیو رو راستشو بخوای نداشتم. اومدم یه قهوه گرفتم و نشستم همطوری یوتیوب باز کردم، کامنتاتون رو خوندم. یه سری کامنت مثبت داده بودین به ویدیو، لطف داشتین همتون. و یه سری ایدم گرفتم، گفتم که الان که تو دانشگاه هم سوالای شما هم خیلی‌هاش راجع به تحصیل تو سوئد بود، چه زمانی بهتر از الان که بیام یه صحبتایی از 0 تا 100 حالا چرا سوئد درس بخونین، تحصیل اقدام کنین، مراحل اپلایش، ددلایناش، هزینه‌هاش، بورسی و کار و کلا زندگی تو سوئد بیام یه کمی صحبت بکنم. امیدوارم که خیلی این مباحث رو کاور بکنم. اگه مبحث خاصی هست که مطرح نشد یا سوال بود براتون، حتما به هم بگین. تو ویدیوهای بعدی سعی میکنم اونها رو کاور بکنم. خب اولین چیزی که میخواستم بگم، چرا به نظر من سوئد میتونه یه گزینه مناسب برای شما باشه. ببینید، اولین چیزی که راجع به سوئد هست اینه که دانشگاه خوبی داره. KTH مثلا توی استکهلم یا چالمرز تو گوتنبرگ، یا دانشگاه مثل لوند و اوپسالا، خیلی دانشگاه خوبی هستن در سطح جهانی و شما میتونید مثلا یه تحصیل با کوالیتی یا کیفیت خیلی بالایی داشته باشین. چیز خوب دیگه ای هم که هست اینه که خب تحصیل تو سوئد با اینکه زبان رسمیشون سوئدی هستش به انگلیسیه. یعنی اگه شما مخصوصا ارشد و دکترا، اکثر رشته ها به انگلیسی تدریس میشه. حتی کار کردن هم تو سوئد خیلی از کارها هستن و رول ها هستن که به انگلیسی شما کارتون راه میفته و میتونید کار پیدا کنید. البته به رشته‌تون هم بستگی داره دیگه. اگه رشته‌تون یه جوری باشه که به زبان لوکال نیاز داشته باشین، حتما زبانم میخواد. ولی خب خیلی مثلا انگلیسی رایج تره تو سوئد نسبت به کشورهای دیگه اروپایی که حالا زبان اصلیشون انگلیسی نیست. بعد یه نکته مثبت دیگه هم که داره جامعهشه. به نظر من جامعه سوئد یکی از اوپن مایندد ترین جامعه های اروپا هستش که خیلی مهاجر پذیره، خیلی مهربونن نسبت به مهاجرا. و شمایی که مثلا حالا برای تحصیل میاین و اینجا حالا شروع به کار میکنین، کار خوب میگیرین، زندگی خیلی خوب و راحتی خواهید داشت، پذیرفته میشین نسبت به جامعه. میدونم حالا این تجربه فردی منه، خیلی ممکنه این تجربه رو نداشته باشن، ولی خب این چیزیه که من بین حالا خودم و افرادی که حالا باشون دوستم، ایرانیایی که باشون دوستم، این تجربه رو داشتیم نسبتا. و ویژگی دیگه که داره، ببخشید به خاطر صدای اطراف، من دیگه تو دانشگاه نمیتونم صدا رو کنترل کنم، ولی ویژگی دیگه که میخواستم بگم، کار تو سوئد هست، چه در طول تحصیلتون، چه صداهایی میاد، چه بعد از تحصیلتون. خب امکان کار کردن تو سوئد در طول تحصیل هستش، حتی بعدش هم خیلی بازار کار نسبتاً برای اکثر رشته‌هایی که حالا وجود داره تو سوئد امکان بازار کارش هم وجود داره. به خاطر همین میتونه گزینه مناسبی باشه، حالا به خاطر این ویژگی که گفتم. خب حالا از این که بگذریم، فرض کنیم که حالا شما انتخاب کردید سوئد به عنوان یکی از مقاصدی که میخواین در نظر بگیرید برای ادامه تحصیل. حالا میخوام مراحل اپلای کردنش رو بگم. درسته که مثلا یه عالم دانشگاه هست تو سوئد، یه عالم رشته هست، ولی همه اپلیکیشن هایی که به سوئد میاد از طریق یه وبسایت انجام میگیره و اونم universityadmissions.se هستش و مثل انتخاب رشته خودمونه یه جورایی. مخصوصا اگه یادتون باشه بعد اینکه کنکور میدادیم، رشته و دانشگاهمون انتخاب میکردیم و میفرستادیم. این وبسایت هم تقریبا همونطوریه که شما رشته‌تون و دانشگاهتون فکر کنم 4 تا انتخاب بیشتر ندارین، ولی انتخاب میکنید. انتخابای اولتون اولویت بیشتری دارن دیگه، اونا رو بیشتر ممکنه بگیرید. بعد حالا از طریق اون وبسایت انجام میگیره. مدارکی هم که میخواین مثل همه کشورهای دیگه است. مدرک اگه بخوام برای ارشد اقدام کنید، مدرک لیسانستونه، ریزنمراتتونه، انگیزه نامه است، توصیه نامه است یا ریکامندیشن لتر، و مدرک زبان که مهم‌ترینشه دیگه که آیلتس یا تافل نیاز هست. فکر کنم آیلتس 6.5 به بالا مورد نیاز هستش.
و ددلاینی که دارن دانشگاه ها از وسط های اکتبر، یعنی 15 اکتبر ددلاین باز میشه، یعنی اپلیکیشن ها باز میشه، شما میتونید اقدام بکنید تا 15 ژانویه هر سال که تو این دوره شما میتونید اپلای بکنید و معمولا هم تو فروردین و اردیبهشت دیگه جواباتون رو میدن. حالا اگه اپلای کردین شما میتونید برای بورسیه هم اپلای بکنید. خب حالا هزینه های دانشگاه رو بگم قبل بورسیه. هزینه دانشگاه ها توی سوئد مجانی نیستش برای ارشد و دکترا. برای ارشد دکترا که حقوق میگیرید، ولی برای ارشد مجانی نیستش. هزینه دانشگاه بین 8,000 تا 15,000 یورو در سال هستش برای ارشد. هزینه ماهیانه هم حالا تو ویدیو دیگه کاور کردم، حدود 850 تا 1200 یورو هستش که دیگه همه هزینه هاتون رو من الان تو این 850 تا 1200 یورو در نظر گرفتم، چه خونه و لباس و خریدای خونه و سیم کارت و اینا. ولی میخوام بهتون بگم که این 850 تا 1200 میتونه متفاوت باشه یکم بسته به شهری که هستین. مثلا تو استکهلم و گوتنبرگ که حالا شهرهای بزرگتری هستن این هزینه بیشتر نزدیک به اون 1200 یورو هستش. شهرهای کوچکتر رو مثل لوند و مالمو و اوپسالا اینا این هزینه کمتره. ولی حالا چجوری میتونین هزینه هاتون رو کم کنید؟ یکی از مهمترین روش‌هایی که این کار میتونید بکنید هزینه تحصیلتونه یا گرفتن بورسیه هستش. همزمان با اپلای کردن برای دانشگاه شما میتونید برای بورسیه هم اقدام بکنید و اپلای بکنید که تو خود سایت دانشگاه ها بیشتر توضیح داده شده راجع به این قضیه که یه سری اینستیتوشن هستن که یه قسمتی از در واقع شهریه دانشگاهتون رو اینا پرداخت میکنن. حدود یعنی فکر کنم تا سقف 75 تا 85% شهریه‌تون رو برای ایرانی‌ها میتونن پرداخت بکنن. باز پرداخت هم نداره، یعنی فقط اونا تقبل میکنن و شما بقیه‌اش رو حالا اون 15 تا 25% خودتون باید بدید و هزینه ماهیانه هم که با خودتون بدید دیگه که خیلی از دانشگاه ها هم اینو ارائه میدن. تو مثلا خود سایت چارمرز میتونید خیلی بورسیه های مختلفی رو پیدا بکنید. حالا اگه بخوام راجع به یه روش دیگه برای حالا درآمد و اینا هم بگم، اونم اینه که حالا کار دانشجوییه. امکان کار کردن یعنی اجازه کار کردن برای دانشجو وجود داره در هنگام تحصیل که حالا خیلی از دانشجوها این کار از این استفاده میکنن، مثلا تو رستوران‌ها کار میکنن یا مثلا تو فروشگاه‌های زنجیره‌ای کار میکنن یا مثلا پروژه‌ای از استادشون میگیرن به عنوان ریسرچ اسیستنت یا تیچر اسیستنت کار میکنن که حالا یه میزانی از این هزینه ها رو میتونن با اون درآمد دانشجویشون چیز کنن دیگه، در بیارن در واقع. دیگه یه چیز دیگه هم که میخواستم راجع بهش صحبت بکنم خونه هستش. پیدا کردن خونه برای ایرانی‌ها و کلا کسایی که برای دانشجویی از خارج از اتحادیه اروپا میان نسبتاً آسون تره. یکی از ویژگی‌های اروپایی نبودن اینه. اونم به خاطر اینه که حالا کسایی که از خارج از اروپا میان معمولا وقتی اپلای میکنید و پذیرش میگیرن و نزدیک اومدنتونه دانشگاهتون بهتون یه سری آفر میده، مثلا میگه یکی از این 4 جا رو انتخاب کنید که بخواید توش اقامت بکنین و دیگه میتونید حالا اون جایی که میخواین رو در واقع انتخاب بکنید. یه چالشی که وجود داره معمولا بعد فارغ التحصیلیه که حالا پیدا کردن کار یه مقدار پیدا کردن خونه یه مقدار سخت‌تر میشه که من بهتون حتما پیشنهاد میکنم که قبل اینکه فارغ التحصیل بشید یه 6 ماه 3 ماه قبل اینکه فارغ التحصیل بشید حتما دنبال خونه بگردید، چون که خیلی راحت نیست پیدا کردن خونه. یا حتی میتونید از همون موقعی که وارد سوئد شدین، یه حالا توی ویدیو جداگانه شاید بهتون بگم اگه علاقه داشتین، باید توی یه سری صف‌ها وایستین که در واقع بتونید خونه اجاره کنید. یعنی الان صدها نفر مثلا برای اجاره فلان خونه تو صفن، فلان آپارتمان. شما از بعد ورودتون هر چه زودتر وارد اون صف بشین احتمال پیدا کردن خونه‌تون بیشتر. اونا رو حالا بعداً شاید خودتون اومدید تو سایت وارد بشید راجبش. حالا منم شاید توی ویدیوی دیگه بگم، حتما بهم بگید اگه میخواین راجع به این ویدیو بذارم. بعد دیگه چی بگم براتون؟ دیگه همه چی اوکی. مثلا همراه نقل عمومی اوکیه، یعنی شما هزینه‌شو فکر کنم تو اون یه ویدیو دیگه گفتم چقدره،
هزینه‌های زندگی توی سوئد. یعنی با داشتن کارت بلیت اتوبوس سوئد شما تقریبا همه جای شهر میتونید دسترسی پیدا کنید، نیاز به ماشین و اینا ندارید. و فرهنگ مردم سوئد هم با ما یه ذره متفاوته. خیلی آدمای آروم و درونگراتر هستن، کم حرفتر هستن. خیلی ممکنه در نگاه اول مثلا شما حس نکنید که حس مثلا گرم بودن نگیرید ازشون، ولی مثلا معمولا وقتی بیشتر باشون نزدیک بشین و صحبت بکنید و دوست بشین، خیلی آدمای خوبی هستن و شما رو میپذیرن به عنوان مهاجر و باهاتون دوست میشن و حالا حتی رفت آمد هم میتونید باهاشون بکنید. دیگه چیزای دیگه که میخواستم بهتون بگم اینه که کار بعد تحصیل معمولا 1 سال به شما ویزای جاب سیکینگ میدن که شما تو اون 1 سال فرصت کار پیدا کنید و وقتی حالا کار پیدا کردین ویزاتون از دانشجویی به کاری تبدیل میشه که بعد از 4 سال کار کردن توی سوئد شما میتونید برای اقامت دائم اقدام کنید و وقتی اقامت دائم بگیرید دیگه حالا نیازی نیست کار داشته باشید. بعد وقتی اقامت دائم داشتید 1 سال بعد از اون که اقامت دائم داشتید میتونید برای شهروندی سوئد اقدام بکنید و شهروند سوئد بشین دیگه. حالا اگه خلاصه بکنم، یکی که دانشجو کارشناسیه بخواد برای سوئد اپلای بکنه و بورسیه بگیره، به نظر من سوئد میتونه یکی از انتخابای خوبش تو اروپا باشه، چون دانشگاهاش خوبن، هزینه‌هاش معقوله و بازار کارش نسبتا برای اکثر رشته‌ها خوبه و من پیشنهاد میکنم. بعد ولی اگه خب بورسیه نگیرین یه مقداری سخت میشه دیگه، هزینه‌های دانشگاه اینا نسبتا بالا. حالا گزینه‌های دیگه‌ای مثل آلمان یا ایتالیا میتونه گزینه بهتری باشه، مخصوصا برای ارشد. برای دکترا بحثش جداست چون حقوق نسبتا خوب میگن. فکر کنم حدود 3000 تا 3200 یورو یا 3500 یورو حقوق دانشجو دکترا تو سوئد هست و حالا فکر نمی‌کنم اکثر آدما با این مقدار پول راحت میتونن زندگی 1-2 نفره داشته باشن توی سوئد. امیدوارم که تونسته باشم بیشتر سوالاتون رو جواب داده باشم. اگه سوال دیگه ای دارین یا یه مبحثی بود که جواب ندادم من به اون قسمت یا کلا چیزی هست که میخواین راجع به سوئد بدونید یا راجع به هر چیز دیگه ای یا کار توی سوئد، میتونین کامنت بذارین، من حتما جواب میدم. ممنون از همه لطفتون و مرسی دیگه. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.